این تماشابینان عزتمند با همراه رلیک چخاله که دیده؟ رلیک چی؟ رمضان چی بات رفتی دینه؟ رفتم زدم چرا زدی؟ خیلی همونجا خفاکر رو جا بشی پشکی ما گفته بودم که دگوار دارم نه همین گفت گفته بودم یا نگفتم باز من بسیار سراغ میکنن خیلی گوزی هم شعباز بسیار ایما سراغ میکنن بگن شاکیته برای بعد من اگرشاب خیلی تو من در این پیرو رو تاکی کدیست خرزای ما را کمیتی چخوری؟ آمک چه خیلی؟ سلامتی خوب ویدیو کدیسته من همینجا ده؟ نیزاب نیانده ویدیوی من نیزاب نیانده یکی پیدا میشه ده گفم و چی با بات رفتی تو؟ خیلی چی برفتم؟ نه مردم ها میگن که چی باید خیلی مسلمون ها میگه باتل رفت های بادی قولا میزنه با مسلمون است خیلی اینجا گپ پکوری میگن اینجا گپ سر تمیره بعد میگه چی بعد ویدیو با هم سیگارت میکشم و ویدیو خود دکتر انا اوندا بخشش عذر میپرسم اونجا یک کم خلشید سر میگه یک کشیدی تو نمیفهمی اون بارو یک پاتسان استودگی با اخر دفع سال کامه گپت میزنه عصبت خراب میشه ما خاطر با عذر میپرسم همش یک کشیدی در اصل نمیکشه که خاصات واسه کشیدی مقصد گپ که کاری جان همونجا عصبو گنده سر کوکی دادگی حتی توی وقت عصب دارم برنامه نمیکنی قطعی تو بدون نمیکنم کوچکو خیلی کم میکنم تو نمیدیدی نه کاری بخدا قسم میگم من قایت بسیار چیزا مختم قایت بسیار خیلی مقصد روش زندگی را دیگه کردم من نمیگم که اکیا مودم ما پول نیست شیدم بچه شیدم نه که رفتم ما شومنم رفتم دارم اینجا شو کردم فهمیدی کاری نمودم ما بریدم خستم آمدم با من نرفتم اونجا دیگه هیچ کار نکردم در وقت قطعی کنترکت داشتم قاری آخرش ماه فوریه بود گفتی دیر شد که اون گخری دیگه نکردم نه دیر شد میگه که من پادپیسه صد کردگی میگه که خود درک نداری این بچه را میگم مزهش نیست این؟ یه جمعه هم خلاص که برداران عزیز خیلی سوال داشتین سوالش کردیم الله نیابانش باشه توفیق جانبی الله های این حوض میره و همو کانال خود جکسه هم خودش بنویسه ما را بسیاری می‌نویسه که قطعا هم خیلی فیت کنیم توش ما دیگه چیه این قاری ما پرودیوسر نیست قاری ما بگیم که هم شو رئیس در این کارخانه که این همین جدن ما یک ماه راست بگیم کامتون سودا کردم کامتون بسیار خوب بودم هم خوب بودیم هم سودا کردیم ما بگردم هم خیلی نچلنگش میگن رئیس میگن چیزش میگن نمیگن این همه طرفا برادری ما هیمی قاری نه رئیسیم نه نچلنگ برادر همچون برادر بگیم کسی که ما برای بگیم همکاری میکنه همچون برادر ما انتخابش میکنیم کارگر تراکتور کار کنه راست ما بدونی چی دا کیف کردم چه شینو شدیم چه خینم خیلی رفتم خیلی گذشتم قرار چه تو ما تو ساز گرفته یا خدا میگه قاری قدیره پیر فرقش چیه ما مقصد دپشی قاری ریب نمیخونم کو نه مقصد که الحمدلله ما به همه کانسر نمیتونم بگم حافظارم گفتی که پا میوه یا نره پریستارم کسی که میوه بگم در ما تقریبا 24 ساعت هویه اهلا و سهلا گو وقت که نماز بخونیم گو شو محکمش میگه تک واسه همین ساعت های کاری و وقت هایی که بگیم که همین 24 ساعت هویه کسی که در کارخانه ما میدرایه ما قبولش میکنیم همچون برادر بگیم هر انسانی که یک گناه میکنه هست انسانانی که بگیم در تا کمتر گپ‌های قبیح می‌نویسه ای خودش سوال کنه که آیا گناه نداره آیا گناهایی که نمیکنه که بجز الله او را هیچ کس او گناهی او را نمیدونه البته را اون خاطر پیش اون که یک کس مثال بگیم را سجدت میکنه دیگه گپ‌های قبیح میکن یعنی اول صفحه زندگی خود چک بر نظر کننده چی خطاگی میکنن چی خطاگی کردگان یعنی توفیق جانبی الله هدایت جانبی الله هست الله خودش هدایت دینده الله خودش هدایت بده با اون خاطر ما همچون برادر یعنی معامله میکنیم رفتار میکنیم باقی در امان الله باشین با دعا باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته